این چیه؟ پروپاگانی. پروپاگانی نه، پروپاگاندایی. یه بار بگو. پروپاگانی. ای وای، تو منو کشتی. اینه کی رو بگو؟ مگاواماتا. مگاوات بابا، مگاوات. این یکی گوزمان. حوصله‌مو سر بردی بابا. آخه فردا میخوای بری در نیویورک آباد سخنرانی همی کنی. آخر چرا خون به جیگر من همی میکنی؟ کت خدا، من که گفتم مرا همین نفرست. آخر مرا چه به سخنرانی؟ من هرچه از حلقوم شما خارج می شود همان را قرقره همی می کنم. کار دیگری بلد نیستم که آخر. کت خدا، من میگویم یک طرف فریب برویم. دختر ریس و مادرش که از ریس هم بی سوادترند بروند و آنجا مصاحبه همی کنند و سوتی همی دهند تا حواس بقیه پرت همی شوندی. آها، فریب خوبی است. 2 نفری بروندی که مثل تیم فوتبال ذخیره هم داشته باشندی. ریس چرا این ریختی شدی؟ کت خدا، اهالی فینیتو هم آنجا بودندی. اختشاش همی کردندی. سر و صورت مرا آن گوزمان همی کردندی. به اهالی نیویورک آباد چه گفتی؟ گفتم اگر میخواهید مشکلاتتان حل شود، یک کت خدا مثل کت خدای ما برای خودتان همی دست و پا کنید. آنها گفتن ما اصلا مشکل نداریم که بخواهیم حل شود. من هم گفتم شما یک کت خدا مثل کت خدای ما همی بیاورید، مشکلاتتان تازه شروع می شود. زهر مار، دستاورد سفرت چه بود؟ خیلی چیزها. کت خدا، یک خودکار همی دادن به من برای کلاس 7م. این یونجه را هم برای پدرزنم دادن تا با آن نهار بخورد. این نعل را هم خریدم برای اینکه شما با آن نعل وارونه همی بزنید. این را هم وایستا، تو مخ مرا تیلیت همی کردی. ای وای.